چیه؟ 25 و 26 آبان 1402 رویداد تهران تکسامی. فضایی برای معرفی جدیدترین تکنولوژی ها مثل هوش مصنوعی و تاثیر اون روی کسب و کارهاست. نمایشگاه بخش‌های مختلفی داشت مثل نشست‌های تخصصی و ورکشاپ‌ها. ورکشاپ‌ها رو از قبل باید ثبت نام می‌کردیم. برندهای معروفی که تو این رویداد حضور داشتن مثل چرم دورسا، چرم مشهد، ایران خودرو و کلی برند دیگه که بعضی از این برندها از کالکشن‌های جدیدشون رونمایی کردن و فرصتی شد من با برند خوب آستین آشنا شدم. آقای مهدی تاختیان که از پروسه شکل‌گیری برندشون توضیح دادم و این خیلی برای من جذاب بود و اینکه چه هدفی پشت این برند هست. از هدفهای دیگه این رویداد معرفی استارتاپ‌های کوچیکی مثل ما بود که بتونیم با ارائه کارامون سرمایه‌گذار جذب کنیم. من هم به عنوان مدیر هنری برند کارتیزان در حال کاستوم کردن کفش و لباسم که واقعا یک روز بیشتر فرصت نداشتم چون همه وقت و انرژیمو صرف آماده سازی کارهایی که قرار بود توی نمایشگاه ارائه بدیم گذاشتم، چه به صورت حضوری و چه به صورت تیزر که الان تیزرش رو داخل نمایشگاه هم می‌بینیم. حالا بریم داخل سالن اصلی نمایشگاه. داخل سالن اصلی کلی مانیتورهای بزرگ برای نمایش تیزرها نصب شده بود و همینطور برای به نمایش گذاشتن آثار NFT هنرمندان ایرانی و خارجی و یه باکس آینه‌ای جذابم نصب کرده بودن که ما با تیم عکاسیمون کلی تولید محتوا کردیم از خودمون و محصولاتمون. یک بخشی رو هم اختصاص داده بودم به دیجیتال پینتینگ که هر کس مایل بود میتونه یه طرح کوچیک یا یه امضا بکشه. همونطور که میبینین طرح منم خیلی مشابه طرح کفشم شده. از قسمت‌های سرگرم کننده دیگه نمایشگاه با استفاده از هوش مصنوعی تبدیل به کاراکتر انیمه می شدیم و خیلی هیجان انگیز و جذاب بود. حالا می رسیم به بخش ارائه برند کارتیزان که آقای معافی مدیر اصلی برند کارتیزان هستن و در حال دفاعی از هدفی که پشت برندشون صحبت میکنن و همزمان تیزر کارمون داره شو میشه. این نمایشگاه به شخصه برای خود من آورده‌های زیادی داشت. اولش این که کلی دوست آرتیست خفن پیدا کردم و کلی لینک‌های خوب با برندهای مختلف زدیم که در آینده قراره باهاشون همکاری کنیم و ممنون از شما که تا اینجای ویدیو کنارم بودیم. مرسی. خداحافظ.